ممنونم از آقای زنگنه به خاطر کمکشون، به خاطر اون مشاوره تکنیکالی که به من دادن در طول این تقریبا 1 سال و 8 ماه هستش که یه اتفاق برای من افتاد و من دیروز تونستم که بعد از امتحانم برای MPU یک نتیجه مثبتی رو بگیرم و از امروز من میتونم دوباره رانندگی بکنم. و در تمام این مدت آقای زنگنه خب خیلی پیشنهاد میکنم برای شما هم، اگه واسه این شما اتفاق افتاده که بخواین اون اتفاقایی که افتاده، اون دیلکت هایی که برایتون اتفاق افتاده و اون اگه بخواین دوباره فوقشانتون رو بگیرین و خیلی چیزها در کنار اون یاد بگیرین، آقای هرزنگنه رو من توصیه میکنم که شما رو توی این سفر بتونه کمکتون بکنه که بتونین شما هم یک روزی بتونین با یک امتحان مثبت بتونین یک روزی مثل من دوباره زولاسم بشین و بتونین رانندگی بکنین. و از همه کمک‌های آقای هرزنگنه هم خیلی ممنون و متشکرم.